این عکس ها 5 ماه پیش از مراسم گسیل رمضان زبیروف، یک ساکن روستای تӯдаи ناحیه ҳисор به خدمت حربی عکاسی شده است. ولی خانواده او میگویند چند روز پیش مسئولان قسم نظامی علت فوت پسرشان را شرح نداده جسد را در روی حوله گذاشته و رفتند. والدان ادعا دارند که فرزندشان هنگام خدمت در صف نیروهای مرزبانی تاجیکستان از سوی ҳамхидматон لطو شده و بعداً جان داده است. به قول مادرش این حادثه در قسم حربی 2858 در ناحیه ظفرآباد رخ داده است، زیرا هنگام شستن جسد پسرش در زیر منه، ستون مهره و طرف رویش داغ‌های سیاه را مشاهده کرده است. مادر با فرزند که او بانونی قاق کل باویا رسوند، با لباسای مردم گذروند، خونه ها آو شوش بور، یک کس ندیدم، نگفتند دادینا چی گپه. این هنده بچه من با سالدت چی دیگه حالی گودک به نویم سال شده به مکتب تمام کردی نمونده یا 2 سال در پیشم بساخی اومدن ای پایین خونم خپیدن گرفتن بردن. ملا زاکر زبیروف پدر رمضان نیز از این حادثه در حالت شوک افتاده است، ولی نیت دارد به زودی رسما به دادستانی ناحیه ҳисор عریضه شکایتی نوشته و تحقیق مرگ پسرش را تقاضا کند. قانون خش داره، قانون در نزد خداوند قانون خش جمهوری تاجیکستان باید جواب بده. تا حال سبب‌های رسمی مرگ رمضان زبیروف اعلام نشده است. مقامات نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگویند نتیجه تشخیص جسد رمضان زبیروف هنوز دسترس نشده است. این عسکری کشته شده پیشتر به چوپانی مشغول بود و تا 1,500 سامانی ماهانه به دست می آورد، ولی در پی وعده مقامات برای دادن قطعه زمین داوطلبانه به خدمت حربی رفت. وعده که اینک با مرگ فرزند نیست هنوز اهل خانواده دریافت نکردند.